ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم پنجم، گفتاری 127. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. به صلاح و صوابدید الچه‌خانه روس، تعمیر و سنگکاری کردن کوچه های بخارا و توسعه بعضی راه ها لازم آمده، به فرمان امیر به تعمیر راه ها شروع کردند. چون علما دخالت به هر کار را عادت کرده، به تغییر و تجدد هر چیز اگرچه منفعتش محسوس هم باشد مانع شدن را به خود وظیفه قرار داده بودند، در این کار نیز سخت مقابلت کردند. چون تعمیر و توسعه راه ها از نقطه تجارت و آسایش عمومی ضرور بود، ماموران روس اصلاح راه ها را امر قطعی فرموده، تنبیه سرخیل مانعان را از حکومت بخارا طلب کردند. حکومت بخارا مجبوراً غیاث الدین مخدوم اعلم را از بخارا طرد کرده به ولایت قرشی قاضی کرد. بعد از این تنبیه هیچ یک از علما به کار بی اشارت حکومت تداخل نکردند. در بین علمای بخارا نادر هم باشد آدمی منصف یافت می شود، لیکن ایشان جسارت ادبی نداشتند. منکرات را دیده چشم می پوشیدند، در اظهار حق جرأت نمی کردند. تقصیر گفته به هم پیشگان خود ریا و تملق کردن را حکمت مدنی نام نهاده، حرکات خلاف وجدان خود را هنرمندی می پنداشتند. تنها دام الله اکرام هر وقت حق و راست را بی ابا اظهار می کردند. از این سبب به مصیبت‌های گوناگون گرفتار شدند. مع ذالک به مسلک حق پرستی خود انحراف ندادند. دام الله اکرام به هر مناسبت در هر مجلس از مفاسد اجتماعی بخارا و به خلاف شرع منجر شدن اکثری کارها و از مفسده های قاضیخانه ها حرف می زدند و از ناحق کاری های حکام همیشه شکایت می کردند. در این باب رساله به زبان فارسی نوشته مفسده های عمومی را به ادله شرعیه اثبات کرده در رمضان 1330 طبع نموده در بین اهالی نشر کردند. از این وجه علما شوریده به دام الله هجوم کردند. از بس که تنقید حکام و قضات به کیف حکومت هم موافق نافتاد، حکومت به بهانه تسکین فتنه دام الله اکرام را به تومان زندانی قاضی کرده از بخارا برآورد. دام الله منصب قضا را مجبوراً به همین شرط قبول کردند که معاش از بیت المال تعیین شود و از رعیه چیزی نستانند. حکومت نیز شرط مذکور را قبول کرده، معاش به قدری ضرور مقرر فرمود. دام الله اکرام 1 سال زیادتر به زندانی و قراکول قاضیگی کرده، تکرار به داخل بخارا مفتی و به مدرسه دیوان بیگی مدرس شدند. چون 4-5 ماه از جلوس امیر گذشت، از اصلاحات مکاتب
اثری پدیدار نگردید. در این باب هر مراجعتی که مکتب خواهان کردند بی جواب ماند. الچه‌خانه روس هم هر روز یک وعده خشک در استیزان مکتب نو میداد، اما اثرش پیدا نبود. آدمانی که ترتیب و تحصیل مکتب نو را دیده بودند وجدانشان قبول نمی کرد که فرزندانشان را به مکتب کهنه فرستاده هم عمرشان را عبث گذرانند، هم اخلاق و صحتشان را فاسد کنند. ناچار آنانی که قدرت و چاره داشتند فرزندشان را به استانبول فرستادنی شدند. اوایل ماه جمادی الثانی 1329 حاجی عبدالستار دلال فرزندش را همراه حامد خواجه مهری به استانبول فرستاد. ماه رجب همین سال احمد جان مخدوم حمدی، افضل و اکرم نام دو پسر خود را به استانبول برد. بعد از این تاریخ هر کس که خواهش می کرد فرزند خود را یا می فرستاد یا بذات برده به استانبول مانده می آمد. در ایام تحصیل 1330 در مکاتب استانبول 10 نفر طلبه خردسال بخارایی اثبات وجود کردند. اینها در مکتب دارالشفقه سلطانی و در مکتب‌های دیگر به تحصیل دوامت داشتند. غیر از اینها چند نفر جوانان بخارایی به دارالمعلمین مقید بودند. حاجی عبدالرؤوف فطرت به دارالواعظین دوامت می کرد. در ایام تحصیل 1329 در بخارا مکتب مکمل‌الدین مخدوم به طریق غیر رسمی دوامت کرد. هرچند حکومت رسما به مکتب اذن نداده باشد هم امسال مکتب مکمل‌الدین مخدوم را نبسته تغافل کرد. مع ذلک برای رعایت حزم و احتیاط در مکتب مکمل‌الدین مخدوم امسال از 15 نفر زیاده طلبه قبول کرده نشد. تأسیس جریده بخارای شریف و توران. ترقی خواهان و معارف پروران بخارا دیرباز آرزوی نشر یک جریده در بخارا داشتند، لیکن نظراً به احوال حکومت بخارا وصول به این آرزو متأثر بود، زیرا هر کسی که از رعیه بخارا به یگان کار مدنی تشبث کردنی شده به حکومت بخارا مراجعت کند جواب رد می شنید. اگر در الچخانه روس مراجعت کردنی شود بنابر رعیه بخارا بودن در آنجا حق مراجعت نداشت. در سنه 1330 هجری از حمیتمندان بخارا میرزا محی الدین منصورزاده و میرزا سراج حکیم برای به فعل آوردن این آرزو کوششی بلیغ کردند. اول صاحب مطبعه کاغان لیوی یهودی را دیده فایده بسیاری از نشر جریده به نظرش جلوه داده در میدان انداختند. در اعضای الچخانه روس آن وقت پیتروف و شولکا نام دو شخص بودند که به میرزا محی الدین آشنایی خصوصی داشتند. میرزا محی الدین ایشان را دیده قناعت کننده برای رواج دادن تجارت و زراعت بخارا لزوم یک جریده محلی را فهماند. برای اطمینان الچخانه حیدر خواجه میربدالف را که ترجمان الچخانه بود به مدیریت جریده نشان داد. اعضای الچخانه به شرطی بودن حق سانسوری بر خودشان از حکومت بخارا به نام لیوی و حیدر خواجه نشر جریده را
ایزن گرفته دادند. برای محرری از باکو میرزا جلالی یوسفزاده را آوردند. حرفچین‌ها را هم از باکو آوردند. نام جریده را بخارای شریف نهاده، به زبان فارسی رقم اولش را روزی یکشنبه 4 ربیع الثانی 1330 هجری مطابق 11 مارس 1912 میلادی نشر کردند. امور معنوی جریده راجع به میرزا جلال امور مادی محول به لیوی بود. دیگران معنن و مادتاً به قدر امکان معاونت کردنی شدند. حیدر خواجه برای اطمینان حکومت بخارا و روس در مدیریت داخل شده بود. جریده از رقم اول نظر دقت عمومی خوانندگانش را به خود جلب کرد. میرزا جلال هر روزه مقاله های معنیدار نافی در غایت فصاحت و بلاغت می نگاشت. ممیله مرد صاحب قلمی غیوری هنرمند بود. از اصول و فروع علوم اسلامیه کما هو و حقه واقف و از احوال زمان نیکو خبردار بود. بنابراین مقاله هایش را هر کس به رغبت می خواند. متشبثان از نصرالله بی قشبیگی و مضمونی هر کس بر روزنامه مشتری شود از طرف ما منع نیست یک مکتوب گرفته به اطراف ولایات بخارا وکلا فرستاده مشتری جمع کردند. اکثر قضات و حکام کهنه فکر که از جریده زیاده می رمیدند این جریده جناب عالی بوده است گفته مشتری می شدند. طبیعی بعد از چند گاهی مطالعه کردن آنانی که فی الجمله عقل و ادراک داشتند و جریده انس گرفته به نظری استحسان نگاه می کردند. جریده بخارای شریف یومی 4 ماه به همین حالت دوامت کرد. چون اکثر اهالی توابع بخارا ترکی زبان بودند، اهالی سایر ولایات ترکستان عموماً به ترکی حرف می زدند. مسئله یک جریده ترکی در میان آمد. بعد از مشورت هفته 2 بار به نام توران یک جریده ترکی به زیر مدیریت اداره بخارای شریف نشر کردنی شدند که هر هفته 4 بار بخارای شریف 2 بار توران نشر می یافت. رقم اولی توران 14 ایولی سال 1912 میلادی نشر شد. از بس که در بخارا و ترکستان خواننده روزنامه کم و مداخلی که از مشتریان می آمد به مصارف نشر نرسیده اداره ضرر کلی دیدن گرفت، طبیعی لیوی جریده ها را موقوف کردنی شد. در ماه رمضان جریده ها غیر منتظم برآمده در شروف توقف بودند. بعضی حمیتمندان بخارا به دلالت میرزا محی الدین منصورزاده یک شرکت رسمی تأسیس کرده مصارف نشر را در ذمه خود گرفتند. به 11 شوال سال 1330 نشر جریده ها رسما به شرکت تحویل یافت. شرکت امور تحریریه توران را در عهده غیاث الدین مخدوم حسنی پسر دام الله نورعلی بواگی تاتار که در بخارا تولد یافته منتهی دارالمعلمین استانبول بود واگذار کرد. از همین تاریخ اعتباراً هر هفته 3 دفعه بخارای شریف، 3 دفعه توران و روز در میان در انتشار دوامت کردند. روز به روز خواننده در تزاید بود. توران در اکثر ولایت ترکستان خواننده زیادی پیدا کرد. چون بخارای شریف و توران دقت نظری عمومی اهالی ترکستان را به خود جلب کرده در دماغ خوانندگان افکار عالیه القا نمودن گرفت، این کار به کیف مأموران روس موافق نیفتاد. مع ذالک
اسباب قانونی نمی یافتند که جریده ها را موقوف نمایند، زیرا محرران نهایت هنرمندی را به کار برده در سیاست روس مطلقاً دخل نمی کردند. تنها به تنویر افکار مردم جدی کوشش کرده از نواقص اجتماعی، تجارتی و زراعت و علمی ترکستان بحث می کردند. محرران می خواستند که به دست خواننده شمعی دهند، به واسطه آن شمع خواننده خود نیک و بد را تفریق فرماید. ماموران الچه‌خانه روس در هر کاری که اسباب قانونی نیابند دستاویزشان حکومت بخارا بود. در موقوف کردن جریده ها نیز به همین وسیله چنگ زدند. ذاتاً حکومت بخارا اذن جریده را محض به خاطرخواهی الچه‌خانه داده بود و الا هیچ نمی خواست که همیشه مثل یک مفتش حرکات او را تعقیب و تنقید کرده در پیش نظرش جریده نشر یابد. عاقبت الچه‌خانه لزوم توقیف جریده ها را به امیر افهام کرده و اداره مکتوب به این مضمون که به خواهش جناب عالی جریده بخارای شریف و توران را از همین روز اعتباراً موقوف کرده شد فرستاد. عجبا، چرا اول مأموران الچه‌خانه اذن گرفته دادند؟ چرا باز خودهاشان بستند؟ زیرا اول گمان کرده بودند که مثل ترکستان ولایتینین گزیتی که در زیر اداره استراموف در تاشکند نشر می شد یک جریده خواهد شد. ثانی دیدند که برخلاف معمول این روزنامه ها به تنویر افکار ملت اسلام خدمت کردند. مسلک این مأموران اغفار مسلمانان بود. این مسلک را از تنگ چشمی که در سیاست دارند پیشه کرده بودند و الا به همه معلوم است که رعیه مدنی هر وقت از رعیه وحشی بهتر و نافیتر به حکومت است. احتمال وارد خاطر می گردد که حکومت بخارا توقیف جریده ها را خواهش کرده باشد، لیکن آنانی که به امور بخارا واقفند به خوبی می دانند که اگر بستن جریده ها به الچه‌خانه مطلوب نمی بود خواهش حکومت بخارا به جای نمی رسید. به هر حال این دو نهال نوبر و این دو گلبون نوشکفته را که بوستان ملت و چمنستان معرفت را تراوت دادنی بودند به تیشه بیداد از بیخ و بنیاد برکندند. آه، تأثیرات خود را از بسته شدن جریده ها آن وقت در سلک نظم کشیده بودم که این است: ای ترجمه حال دل صفحه توران، تا محو شدی ماند به دل داغ فراوان. در علم و ادب رهبری توران شده بودی، امروز به افنای تو توران شده ویران. دیروز به دوران ز تو اخبار همی رفت، اکنون ز تو جز خاطره نیست به دوران. نه نه، ز تو صد درد و الم ماند به گیتی، نه نه، ز تو صد محنت و غم ماند به کیهان. کور است بصر گر کند از حسن تو اغماز، گنگ است زبان گر کند از حق تو کتمان. ای معرکه واسعه توسن افکار، ای محکمه عادله دعوی اذهان. اذهان همه چون سر من گشت مشوش،
افکاری همه چون دلی من ماند پریشان. رفتی زکی پرسیم کنون صالح و فاسد، رفتی زکی جوییم کنون از حق و بطلان. بازا که مشوش نشوند این همه مردم، بازا که پریشان نشوند این همه انسان. بخارای شریف از 4 ربیع الاخر 1330 هجری تا 7 صفر 1331 مطابق 2 ینور 1913 جمعاً 153 رقم برآمده هلاک شد. توران از 14 ایولی 1912 میلادی تا ینور 1913 جمعاً 49 رقم برآمده به خاک فنا یکسان گردید. این 2 جریده در مدت 10 ماه دوامتشان از معمول زیاده خدمت کردند. عمومی اهالی بخارا که از مطبوعات و اصطلاح آن بالکلیه بیخبر بودند به واسطه این 2 جریده خیلی خبردار گردیدند. چون این 2 جریده در وقت محاربه ایتالیا و بلکن با ترکیه منتشر شدند، اهالی از سیاست و جغرافیه عالم بیخبری بخارا دارای معلوماتی مهمه گردیدند. در دماغ جوانان فکری قلم و تحریر درآمد. در سری پدران خیالی تربیت فرزند آمد. کسانی که از اهالی بخارا به انتشار این 2 جریده معنن و مادتاً خدمت کردند، مشهورترینشان به قرار ذیلند: میرزا محی الدین منصورزاده، میرزا سراج حکیم، میرزا عبدالواحد منظم، فضل الدین مخدوم ابن شهاب الدین، امین جان مخدوم ابن قاضی ضیاء الدین صدور، محی الدین مخدوم ابن قاضی عبدالحکیم مخدوم صدور، عبدالحکیم مخدوم ابن ملا عابد، میرزا عزت الله ابن ابوالحی، میرزا نظرالله ابن عبدالغفور، حاجی عبدالستار دلال، میرزا مصطفی ابن حاجی بوری بای، نظرالله بای ابن یعقوب بای، پارسا خواجه ابن حسن خواجه و غیرهم. محرر بخارای شریف میرزا جلال یوسف زاده از باکو بود که فضل و کمالش به اکثر اهل خبرت معلوم است. اما محرر توران که غیاث الدین مخدوم بود، بنابر تازه به میدان تحریر در آمدگی بودنش قدری از ترجمه حالش نوشتن را مناسب می بینم. غیاث الدین مخدوم ابن دام الله نورعلی تاتار است. دام الله نورعلی در ایام جوانی خود برای تحصیل به بخارا آمده. بعد از ختم مکتب در بخارا خانه‌دار گردیده و به یکی از مدرسه های بخارا مدرس شده. در نتیجه همین ازدواج غیاث الدین مخدوم در بخارا تولد یافته. دام الله نورعلی باز به وطن اصلی خود رفته در بوا امام و مدرس شد. غیاث الدین از پدر جدا در بخارا پیش مادر و خاله های خود نشو و نما یافت. در بخارا خط و سواد برآورده و قرآن کریم را حفظ نموده. پس از آن به رفاقت مادر خود در خدمت پدر رفته. در بوا تحصیل رشدی دیده. پس از آن از بوا به رفاقت پدر خود به زیارت حرمین شریفین مشرف شده. در بازگشت سفر حجاز دام الله نورعلی غیاث الدین مخدوم را در دارالمعلمین استانبول گذاشته خود در بوا آمد. غیاث الدین مخدوم بعد از تمام کردن دارالمعلمین در روسیه
به خدمت پدر آمده از آنجا به رفاقت پدر خود در سنه 1330 به بخارا آمده بود. دام الله نورعلی غیاث الدین مخدوم را در بخارا گذاشته خود تکرار به روسیه رفت. غیاث الدین مخدوم در بخارا تحریک توران را متصدی شده، هم در خانه خود مکتب خصوصی گشاده طالبان را حساب، جغرافیه، تاریخ و صرف و نحو عربی تعلیم می کرد. اولاد میرزا محی الدین را نیز به خانه‌اش رفته تعلیم می نمود. جریده توران که اولین اثر خامه غیاث الدین مخدوم و نوزاد عهد شباب تحریریش بود، به فوت و فنایش تاب آورده نتوانسته به تأثیر این مصیبت و هجران خانمان سوز ترک دیار بخارا را گفته به خدمت پدر رفته در مدرسه پدرش معلم و مدرس شد. الان که سنه 1336 هجری است در مدرسه بوا و تعلیم و تربیه اولاد مسلمین دوامت دارد. در اداره جریده بخارای شریف به خواجه مرحوم سمرقندی را که به عنوان ترجمانی چند گاه خدمت کرده بود به رحمت یاد کردن از جمله وظیفه وجدانی است. چنانچه در بالا بیان یافت، جریده بخارای شریف و توران در بخارا تأثیری خوب کرد. فی الجمله انقلاب فکری و علمی روی داد. در مدرسه های کهنه در بین طلبه سخن از اصلاح مکاتب و مدارس می رفت. غیر نافع بودن جدول درس های حاضره مذاکره می یافت. اگر رقم های اواخری بخارای شریف را مطالعه کرده شود، چند عریضه و طلبنامه برای اصلاح مدارس و امضای متعدد از طلبگان دیده می شود. در هر گوشه شهر هر مسافری که به ترتیب نو تعلیم کردن را ادعا می کرد فوراً 5-6 نفر در اطرافش جمع شده درس می خواندند. بعضی مدرسین نیز رغبت طلبه را دیده با وجود اهل نبودنشان درس تفسیر و حدیث گفتنی می شدند. اینها همه علامت خیر و اثری بخارای شریف و توران بود. شما گفتار 127 رو از روی اثر نویسنده بزرگ توجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامخولов، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.